Ter och tillbakemeldingen han har gitt har vært svært betydningsfulle, noen som har fått meg til å tenke både dypere og bredere. Han ga meg noen kloke ord til ettertanke. جالبی مظفر بهش گفته husk, du er et levende oppslagsverk. Selv med all din kunnskap og egne livserfaringer gjennom et langt liv. Bruk dem og del dem med andre. خیلی بجا گفتی و منم که وقتی کتاب رو خوندم یعنی هستم با تو، موافقم با تو که واقعا یک لیوند اپشلاگسورک، یک دایره المعارف زنده است. وقتی اول من کتاب رو راجبش خوندم، شنیدم، تو ذهن من اومد که میخوام یه فاگبوک بخونم، چون از یک سیکیپلایر و هلس آربایت و سیکیسک هلس آربایت مخصوصا هست. خب آدم مثلا میخواد انگار فکر میکنه که میخواد اینا رو بشنوه. خب بعد مثلا وقتی که ورق میزنیم مثلا میگی که در اون حد نیست که فاگبوک باشه به خاطر مثلا سیکیسک هلس آربایت، چون خب یه واقعیتیه، خب در دانشگاه یه معیارهای خاصی هست برای اینکه کامل فاگبوک بشه برای دقیقاً همون موضوع. ولی چیزی که جالبه تعریف هاییه که این خانم داره، یعنی سیکیسک هلس آربایت رو داره در واقع معرفی میکنه به روش بسیار بسیار عالی و ساده، چون سیکیسک هلس آربایت خیلی به قول نروژیا تونگته، خب آدم به راحتی نمیتونه درکش کنه، ولی این میاد خیلی راحت تعریف میکنه، طوری که تو فکر نمیکنی که دیگه توی کلاس نشستی، تو فکر نمیکنی که یه فاگبوک داری میکنی، تو فکر میکنی که یه نفر داره برای من تعریف میکنه چیه، و این تعریفاش پل میزنه. خیلی جالبه. یکیشو مظفر اعلام کرد در رابطه با سرطانی که پسرش میگیره و بالاخره میمیره، و خیلی جالب از سیکیسک هلس آربایت و سوم تراپاوت میاد پل میزنه به این مرگ. و وقتی پل میزنه، خب میتونه آدم وقتی پل میزنه مثلا بیاد بشینه هی غم بگیره، هی بگی که مثلا ای من بیچاره، من چرا بچه‌م اینجوری شد، فلان شد، ولی از درون اون، از داخل اون انرژی میاره بیرون، انرژی رو پخش میکنه بین ما خواننده ها. میگه که بله سخته، من درد دارم، من دارم میسوزم، ولی توش یه چیزهای زیبایی هست. بعد اینجا میاد تأکید میکنه به این که اون کسی که نیاز داره در چنین شرایطی چه باید کرد با او. باید با او صحبت کرد، دستشو گرفت، نگاش کرد. اوبلیست خیلی مهمه. اوبلیست رو خیلی معمولا ما ساده میگیریم، ولی خیلی درد جامعه اینه که آدم‌ها دیده نمیشن، و حتی بعضیا برای اینکه دیده بشن به روش‌های نامعقول دست میزنن، چرا که دیده بشن. و این خیلی مهمه که اینها رو میاد از درون اون اپلیولسه هایی که داره این رو نشون میده. و وقتی که مثلا راجع به هویت حرف میزنه خیلی جالبه، هویت رو پخش میکنه، به خیلی وسیع تعریف میکنه، توصیف میکنه، و حتی بعد میره به هویت انسانی، شخصیتی، نمیدونم جنسی، حتی اونجا هم حتی اگزمپل داره. یکی از بچه هاش دختر به دنیا آمده، ولی همش احساس میکنه که به قول خودش در فیل کروپه، و بعد میره مرد میشه. خب اینم حتی مثال میزنه، بعد میره از اون زاویه‌ای که او هست نگاه میکنه. و هنر این خانم در اینه که با اینکه خودش تراپاوته، با اینکه درد درد کشیده است، ولی هر چیزی که مطرح میکنه میره پشت اون مسئله و از زاویه دیگه‌ای به مسئله نگاه میکنه
و این خیلی کتاب رو جالب و لیونده و انترسان میکنه. مثال های دیگه هست، مثلا خواهرش حتی میمیره، خواهرش مریض میشه میمیره، یعنی همه چیز رو این خانم انگار مثلا این اوبشلاکسورکی که گفتی، یعنی یه جوری همش فقط دانش اوبشلاکسورکی نیست، حتی تجربه اوبشلاکسورکی، یعنی دایره المعارف تجاربیه که بسیار هم خودش اوپلیوه کرده، هم در اون رومی که میاد به حمله میکنه آدما رو، در اونجا از زبان دیگران شنیده و تونسته فضایی درست کنه که اون طرف در اون حال بدش که اطمینان کردن به هر کس راحت نیست، که تیلیت یه مسئله بیگانه ایه براش، او باعث میشه که تیلیت رو به وجود میاره، خلق میکنه و این باعث میشه که او میاد بهش اعتماد میکنه و مسائل رو باش مطرح میکنه و این دو تا کار میکنه. یک کارش اینه که این خانم میتونه کمکش کنه حالا تا او رو به سرمنزل مقصود برسونه، به ساحل برسونه، همین که این خانم دانش و تجربهش اضافه میشه. این خیلی خوبه، این تمام و این دو تا پا همش در حرکته و خیلی براش مسائلی که مثلا وقتی که یه کسایی مثلا وقتی که از یه چیزایی حرف میزنن مثلا بهشون میگن آرمانگرایی. خب آرمانگرا هم هست این خانم، ولی آرمانگراییش اینطوری نیست که در یک فضای تئوریکه که مثلا با واقعیت بیگانه باشه، نه اینطوری نیست. آرمانگراییش اینه که میخواد بگه بله این آرمانه و در جامعه‌ای که خیلی بدبختی هست، گرسنگی هست، همه چی هست، ما باید این آرمان‌ها رو حفظ کنیم و فریاد بزنیم. و اینش باز جالبه به خاطر اینکه این خانم میتونست فقط از سیکیس هلسارباید حرف بزنه، جامعه رو ول کنه، ولی جامعه رو ول نمی‌کنه. میاد به جامعه هم میپردازه، جامعه چه اشکالاتی داره و در جامعه تک تک انسان‌ها باید چه کنن، چون هر کس مسئوله و به عشق خیلی اهمیت میده. وقتی عشق